خوبم. امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه. امروز می‌خوایم با هم دیگه غذای فوق‌العاده خوشمزه و راحت درست کنیم با بیشکا بامون. تا آخر این ویدیو همراه من باشین تا این غذای خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. برای درست کردن این غذای خوشمزه ما به ازای هر نفر نیم کیلو گوجه خورد شده نیاز داریم، 2 تا سینه مرغ، 2 تا پیاز بزرگ و یه بوته سیر. جام رو می‌ریزیم داخل مایتابه. وقتی گوجام رو ریختیم توی این مرحله مرغامون رو بهش اضافه میکنیم، یه هم میزنیم. توی این مرحله اصلا نیازی نیست ما بهش ادویه اضافه کنیم و پوست گوجا رو هم نمیگیریم تا این مزه ترشیش گوجا از بین نره. حالا درش رو میذاریم، زمان میدیم تا این گوجا کاملا آب بندازه، گوجه و مرغ با هم دیگه بپزن. تا گوجه و مرغمون بپزه ما اینجا میایم پیازامون رو سرخ میکنیم. پیازامون که یه خورده سبک شدن سیرامون رو بهش اضافه میکنیم. توی این مرحله پیازامون دیگه کاملا سبک شده، سیرامون رو بهش اضافه میکنیم، یه تفت میدیم. حالا ادویه‌مون رو توی این مرحله به موادمون اضافه میکنیم. ادویه‌مون که زردچوبه یه مقدار بهش اضافه میکنیم، یه مقدار فلفل سیاه،